هلو گایز، چطوری بچه؟ امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه. به چنل هرمی 7 خیلی خوش اومدیم و اینکه عشق منید. من کجا بودم؟ کجای کار بودم؟ نمیدونم. از اردبیل اومدم. هر جای کار که بودم مهم نیست. مهم اینه که الان میخوام دوباره از همون جایی که بودم میخوام شروع کنم. شنیدم کریستیانو رونالدو اومده به ایران، به تهران، هتل اسپیناس. ها چرا یه سر با ما نزدی بی معرفت؟ من که یه عمری طرفدارت بودم، تو رو دوست داشتم. Never saw the video. کلی میم بچه آماده کردم و اینکه بریم با هم داشته باشیم این میمای باحال رو، چه غمگین چه شاد چه همه چیز، بریم با هم داشته باشیم. چنل امیر 7 رو سابسکرایب بکن. لعنتی هستی اگه سابسکرایب نکنی، از ما نیستی به خدا. ما داریم اینجا زحمت میکشیم. من در حال تمرین که وقتی بود که واجی دیگه چی میخواست بدبخت بگه این بنده خدا؟ چی میگم؟ زبون انگلیسی بلد بود، قشنگ مصمم، بدون کوچکترین استرسی، قشنگ انگار رونالدو اومده بود با این عکس بگیره. چی میگم؟ این قرار بود به رونالدو امضا بده. ویدیو رو ندیدی آجی؟ دیگه چیکار قرار بود بکنه؟ رونالدو بیاد ایران قاعدتا باید سکوی بله و ایتا رو نصب کنه، تماس بگیره با دوستانش، فامیله زن و واکنش رونالدو بچه محلاش همه تو کشور خودش بگه همه تو نصب کنید. خیلی هم دلش بخواد این کار رو بکنه، خیلی هم دلش بخواد. سکوی افتخاره به جان خودم. تو پرتغال، توی عربستان باید ایتا و بله نصب کنید. خداحافظ شما. خداحافظ. تو هواداری یا کی؟ تو دشمن. بازیکنای پرسپولیس وقتی میبینن هیچ کس نیومده سمت هتلشون، آخ آخ آخ، منی بیناموسی درد داره. با آقای ترابی فقط میفهمه داستان چیه. آقای ترابی واکنش زن رونالدو. از خیلی آدم کثیفی هستی، من به اعتماد کردم میشون. خدا بزنم. جورجیانا که توی مسافرت بود با بچه‌هاش، چرا جو میسازین الکی؟ اون داشت توی ایران داشت بازی میکرد رونالدو، زنش هم که تو خارج بود. نمیدونم بچه‌ها عکسشو فرستاده بودن، استوری کرده بودن. اون تو مسافرت بود، داشت اشغالشو میکرد، داشت آفتابشو میگیره. بای میدم نامرد بیشون. امضای رونالدو جای پای راست رونالدو. دستم به رونالدو خورده. وای واجی. آبجی جان از کریس دیگه واسه شوهر در نمیاد. یکی از هموطنان غیور ایرانی رفته توی پیوی اینستای زن رونالدو اینا رو نوشته. وای آجی فاکینگ این دروازه‌بانشونه نه؟ شخص مذکور بزکویی در تاریخ 27 شهریور در منطقه سعادت آباد گم شده. حقیقت داره بچه‌ها؟ من خبرشو نشنیدم. فقط این اعلامیه‌شو دیدم. رونالدو به روبیکا پیوست. احسن. فوری فیلم خودرضایی رونالدو در هتل اسپیناس که دوربین مخفیه ثبت کردن. بزن روی لینک تا فیلم رو ببینی. داداش اینستا چرا بالا نمیاد؟ ولی چهره رونالدو بیانگر حال روز واقعی مردم ایران بود. آجی این مودش چرا شبیه مود حال روز منه؟ خدا وکیلی و به خدا چرا اینجوری زل زده به یه نقطه ای؟ یعنی من اکثر اوقات من فریکم اینجوریه، کلا میرم تو فکر یه جا رو خیره وقتی بشم اون تا سوراخش نکنم، حالا دیوار بشه، فرش بشه، هر چی باشه، لایه اوزون باشه. توقع همچین صحنه ای رو نداشتم رونالدو وقتی بعد از چندین سال بیاد ایران. این چی میگه؟ فکر کنم اینم بو برده قضیه چیه، فهمیده ما داریم چه
بدبختی داری میکشی. کریس بعد از ورود به ایران حاجی اینه چرا با ابراهیم رئیسی نچسبوندی؟ برام سواله. چرا با حسن روحانی؟ آخ 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 حاجی اینجا رو حاجی اینجا رو نگاه کن. واکنش رونالدو به فرشه میدید چی بود؟ میخواست ببینه این خاک داره یا نداره. من چقدر خندیدم سر این کلیپ به خدا. وای وای وای. فرش 3 میلیاردی هدیه دادم به رونالدو. بالاخره راننده به آرزوش رسید. چه نگاهی کرد نه؟ کسخولی جناب. این ویدیو از این زاویه دیگه است که الان دستشو گذاشته روی روی کتف راننده. دیگه یابا جو راننده. وای آجی منتظر کریس جون، انگار منتظر زیدش باشه یا نامزدش. خوش به حالت که بالاخره به آرزوت رسیدی آقای. اسمت هم اینجا ننوشته ولی زحمت کشید. میدونی یه عمر تو خیابونا، تو جاده ها، تو کبیر لوت ایران دنده کشی کرد تا بالاخره به آرزوش رسید. خوش به حالت. امضایی که تو ایران داده همش تنهام گذاشتم رفت از کنار. رونالدو بعد از اینکه فهمید شب اجازه نداره با جورجیا توی اتاق بخوابه چون هنوز ازدواج نکردن. اسکو جورجیا اصلا همراه خودش آوردش، همه رو همراه خودش آورد جز جورجیا. میتونی میگم اینقدر کسخل از درد دو اگر هم همراه خودش می آورد خب مطمئن باش میبرد تو اتاق خودش. وقتی که سیم کارت و اینترنت و همه چیز براش اوکی شد، فراهم شد، نامحدود شد سیم کارت و اینترنت براش، خانومش اجازه نداره پیشش شب بخوابه؟ مگه میشه؟ من بی ودا بولم. پشماش ریخته. نگاه کن پشماش ریخته. میگه حاجی فاکینگ برین عقب بابا، میای زیر چرخ ماشین چرخ و گوش میشین. پشماش ریخته و به خدا کوب کرده کریس. حالا یه سوال دارم از همگانتون، از خودم هم البته دارم. اگه شما جای اینا بودید میرفتید جلو؟ آره من خدا وکیلی نمیرفتم. هر کسی برای خودش بود چیزه. من نمیرفتم، ربطی به هیچی هم آقا من نمیرفتم. من وای میسادم یه گوشه تایش جی میکردم. غیر اینه دیگه دروغ که ندارم بگم که دیگه زیر لاستیک که نمیرفتم یا پشت ماشینش بدوم. اسکلم مگه؟ من دوست دارم به عنوان یه ایرانی وقتی یه تیمی وقتی وارد کشورم میشه بیام یه جا بشینم، یه جا وایسم، یه جای معلوم و مشخص. میگن هر کاری هر جایی داره، نه اینکه بیام وقتی اتوبوس داره میره منم اینجوری بدوام پشتش یا از صخره برم بالا. اون عکسایی که من دیدم. ولی چی بگم کلی خندیدم از اون داستانا. صلوات بفرست. این قطعا ایران نیست. اوه بهتر بود پول فرشی که به رونالدو دادن و زاخار اصلی صداش در اومد. بهتر بود فرشی که به رونالدو دادن و خرج چمن ورزشگاه میکردن. کاملا حق. میدونی چی میگم؟ تا خود سال بعد حق.
جدی دارم میگم. کریس اصلا تو ورزشگاه آزادی بازی نکرد، فقط وایساده بود. اصلا بازی من دیشب بازی النصر با الهلی رو من دیدم، تو دقیقه 4 گل اول رونالدو زد، تو دقیقه 4 بازی. یعنی چی دارم بهتون میگم؟ کلیا یعنی 90 دقیقه بازی کریستیانو رونالدو اصلا هیچ کاری نکرد، گرفتی؟ خیلی ها به این باور هستن. این زاخار اصلی هم حرف قشنگی زد، آقای سراب MJQ. پول خوشبختی نمیاره. پول این با سردار آزمون عکس گرفته، با کریس هم عکس گرفته. پسر پولداره. حالا اون وقت بگین این پول خوشبختی نمیاره حاجی. پول حاجی نه تنها خوشبختی نمیاره، نبودنش حاجی بدبختی میاره. به خودم جدی میگم. پول داشته باشی همه چیز میدونی، رو نظم، رو همه چیز بالاخره میتونی کنترل کنی. خیلی چیزا رو، نمیگم بعضی چیزا رو، خیلی چیزا رو میتونی کنترل کنی با پول. توپ. یکی از بدلهای ایرانی رونالدو امروز در بین جمعیت رفته بود که ملت رو ایسکا کنه که بیشتر شبیه بدل لیتو در اومده. حاجی فاکینگ راست میگه. واقعیته. آو فاطمه، این فاطمه است. رونالدو بهش گفت تو فاطمه، ازش فاطمه است. ببین چی میگم بچه‌ها، رونالدو بهش گفت فاطمه. دمش گرم واقعا، دمش گرم. الو فاطمه اسم چیه؟ واو very good. یارو کریس رونالدو اسمشو بلد بود گفت فاطمه. اگه بلد نبود اسمش فاطمه است خب، اما اول گفت فاطمه. اگه بلد نبود کریس میگفت که چی؟ زلیخا یا کلثوم. درسته؟ باز جالبه این میگه فاطمه، اون یکی دیگه نمیدونه بغل دستش کیه، اون مشاورشه، نمیدونم چیزشه، ادمینشه، من نمیدونم، ترجمه گرشه. میگه اسم چیه؟ به زبان فارسی از فاطمه میپرسه اسم چیه. آخه چقدر آدم میتونه انقدر نفهم باشه. بگو با پای ای دمش گرم. با وجود این که نمیتونه با دستش خوب کار کنه، با پاش کشید ولی عالی کشید. جدی دارم میگم. درود میفرستم بهت. یعنی بهترین صحنه ای بود که من دیدم این بود. خدا بخیر. Thank you. باریکلا. درود به شرف. من قهرمان جهان شدم. آخه وقتی رفتم شیراز کسی جلو. این فرشه ای که رونالدو چک میکردش این بود. کیفیتش بچه‌ها این واضح تره. گفتم این لحظه استوب بزنم شما ببینید کیف کنید. پشماتون بریزه. 3 میلیارد تومان نبود. صبحش رفتم سر ساختمون سر کار. تو آپارتمان برام تا کارمون برام یه بنر 1 دلار رو قهرمان جهان تبریک میگم. من تو تیم ملی ایران میرفتم، همشون حالا هستن شاهدم. شما موقعی که قهرمان جهانم بودین باز گچکاری رو ادامه. یه حقیقتی هست که بچه‌ها واقعا دارم میگم، به قهرمانان ما همین هادی چوپانی که داشت حرف میزد، همین قهرمان ما و خیلی از قهرمان ورزشکاران ما به حقشون، به اون چیزی که واقعا زحمتش کشیدن، لیاقتش دارن نرسیدن. یعنی بهشون بها ندادن. جدی دارم میگم. خودتون دیگه میدونید، نیازی به گفتن نیست. چی میشد مثلا همین هادی چوپانی که قهرمان جهان مستر المپیا سال 2022 بود فکر کنم، یا 2023 بود دقیقاً. من خورده مغزم من ذهنم من چیزه نمیدونم. قهرمان جهان مستر المپیاست. خب وقتی که بها نمیدید به قهرمانان کشور خودمون، من به عنوان یک هموطن، به عنوان یک ایرانی واقعا ناراحتم، حال نمیکنم. حالا کریستیانو رونالدو باشه یا مسی باشه، هر کسی دیگه باشه، هر قهرمان دیگه باشه از یک کشور دیگه، تو به قهرمان کشور خودت، به ورزشکارا، به هنرمندان، به چیز کشور خودت اول باید بها بدی، باید ارزش قائل بشی، باید بهشون برسی، تا بعد مثل کشورهای عربی اول به کشور خودشون، به مردم خودشون میرسن، بعد به مردم کشور همسایه و غریبه، یا به بازیکنهای همین کریستیانو رونالدو پرتغال، چه میدونم نیمار. می‌بینی چی دارم بهتون میگم؟ بدبختی ما اینه داداش من، برادر من.
و در آخر کریستیانو رونالدو پست کرده تو اینستاگرامش، نوشته A very special thank you to the fans and to all the. الان من بلدم دارم میخونم، فکر نکنم من بلد نیستم، من میخوام براتون، من ترنسلیتر هستم، من میخوام ترجمه کنم براتون. سب یه بار دیگه تمرکز من برام خورد. And to all the Iranian people who have made this visit to Sipikal for us such an indicator. یعنی چی؟ یعنی میگه من تقدیر و تشکر، کمال احترام، عزت دارم برای مردم ایران و انشالله که به تمام خواسته هاشون از ریست و دوششون و اونایی که پشت اتوبوس منم حتی دویدنم اونا هم بهش به هدفی که دارم برسن، تا اینجوری سری بدنام اومدن ایران پشت من ندوان هیچ وقت. این چی میگم؟ درد داره، با خیلی جیگر میخواد، خیلی تخم میخواد حضرت عباسی. این چی میگم؟ در آخر این که آقا تقدیر کرد مردم ایران، ما هم آقا خیلی دوست داریم، حیف که میومدی پیش ما، من نبودم، شرمنده داداش کریس، ای کاش بودم، هم دیگه رو میدیدیم، یه چایی با هم دیگه میخوردیم، یه ویسکی با هم میزدیم، سلامتی هم دیگه آن دو تو در دل میکردیم، صحبت میکردیم، راز موفقیت هم من بهت میگفتن، تو راز موفقیت رو به من میگفتی زمانی که 18 سال سن داشتی، در پرتغال بودی، کف خیابون جارو میزدی و منی که منم ظرف میشستم، منم جارو میزدم کف رستوران ها رو، با هم میشونستیم دوتا پیک میزدیم با هم دیگه، در دل میکردیم و اینکه عشقیت. خب گایز، امیدوارم که از دیدن این ویدیو زیبا لذت فراوان رو برده باشید. من کوچیکتون امیر 7 هستم، خوشحال میشم چنل منو سابسکرایب بکنید، لایک کنید و کامنت بذارید. تنها یوتیوبری که به خواستش نرسید و ایشالله میرسم و امروز یک مهر، درسته؟ حرفی که من از 1 ماه 2 ماه پیش من زدم توی ویدیوهای قبل، 18 مهر تولد منه بچه‌ها، یعنی 18 روز دیگه. من 2 ماه پیش گفتم که به 1000 تا سابسکرایب برسم، خدایا به 1000 تا سابسکرایب برسم. الان نگاه کن 18 روز دیگه به 1000 تا میرسن؟ ها؟ فکر نکنم. چونم بالا شده بچه‌ها، چونم بالا شده. به خدا اگه رونالدو میومد پیش من میفهمید، درک میکرد. به خدا با وجود اینکه نیومد، اون کلیپی که ازش دیدید ناراحت بود، یه جور خیره شده بود، اون تو فکر من بود در حقیقت. میدونی چی بهتون میگم؟ 18 مهر تولد منه. از همین الان به تمام کسانی که متولد ماه مهر هستن و اینکه 8م، 5م، 4م، 3م، حتی امروز تولدشونه، من بهشون تبریک عرض میکنم. امیدوارم که به تمام خواسته ها و هدفاشون برسن و آرزوی قلبی منه. از تمام از ته قلبم براتون این آرزو رو میخوام براتون که به هر چی که میخواین بهش برسید. زندگی کوتاست، از زندگیتون لذت ببرید. همچنین من داداش من، برادر منم دعا کنید برام به هدفام برسم، به آرزوام برسم. زیادی وقتتون رو نمیگیرم، چنل رو سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت بذارید. این روزا مشکلات خورده بیشتر شده، ویدیو محتوا آماده داشتم و فقط تایمش رو نداشتم که بیام ویدیو بگیرم. همین. تا ویدیو بعد شما رو به خدای مهربان و دوست داشتنی میسپارم. کوچیکتون امیر 7 است.